افغانستان یک کشور فوتبال خیز است. افغانستان با فوتبال زیاد علاقمند زیاد داره و بازیکن‌های خوبی در کشور افغانستان است. همه با فوتبال علاقمند است و ما اینجا آمدیم به خاطر مسابقات مرکز آسیا و کشور همسایه و دوست ما تاجیکستان و یک هفته قبل از مسابقات ما اینجا رسیدیم. یک کمپ تمرینی داریم و از این آب و هوای خوب از این مستفید شدیم و تا بتونیم که بازیکن‌های ما از این آب و هوا با این آب و هوا سازگار شوند و بتوانند که در مسابقات برشان کدام مشکل آب و هوا پیش نشود. به نام خدا، مصطفی هاشمی هستم، مدیر نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. همونطوری که در جریان هستی رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا در زیر 20 سال و سری زیر 20 سال به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار میشه و که 6 کشور قدرتمند که در رقابت‌ها شرکت داره، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ایران و ازبکستان حضور دارن. افغانستان هم 10 روز قبل از شروع رقابت‌های کافا اینجا در تاجیکستان کمپ تمرین داشته و خوشبختانه شیربچه‌های فوتبال افغانستان با آب و هوا و محیطی که تاجیکستان داره سازگار شدن، آشنایی بیشتر پیدا کردن. افغانستان آماده حضور پرقدرت در رقابت‌های قهرمانی کافا زیر 20 سال خواهد بود در تاجیکستان و انشالله که یک دنیا پیروزی و شادی و لبخند برای تمام مردم افغانستان این شیربچه‌های عزیز هدیه بدن. فدراسیون فوتبال افغانستان همچنان به فعالیت خودش ادامه میده و خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان هم هیچ دخالتی در فوتبال افغانستان نداشته و برعکس حمایت هم میکنه فوتبال افغانستان و این واقعا برای ما خیلی نکته خوب و مثبت است که فوتبال روز به روز در حال توسعه و پیشرفت هست و انشالله که آرزوی تمام مردم افغانستان هست که تیم‌های ملی فوتبالشون در هر رده سنی که باشه روانه مسابقات بشه و قهرمانی کسب کنه تا تمام مردم افغانستان خوشحال بشه از دستاوردهای فوتبال افغانستان. انشالله همین تیم زیر 20 سال حرفای زیادی رو در مسابقات کافا برای گفتن خواهند داشت و همه آماده هستن، همه آمدن در تاجیکستان تا برای افغانستان، برای نام افغانستان مبارزه کنند.